در زمانهای قدیم در روستای کوچکی مردی دانا و شوخ‌طبع به نام ملا نصرالدین زندگی میکرد. او هر روز صبح سوار بر خرش به بازار میرفت، خرید و فروش میکرد و همیشه حرفی شیرین اندرز حکیمانه‌ای برای مردم داشت. یک روز بعد از ظهر موقع برگشت به خانه کنار دوستش ایستاد و شروع به گفتگو کرد. آنگاه گرم صحبت شد که کلا خرش را فراموش کرد. وقتی به خود آمد دید ای وای، خرش ناپدید شده بود. ملا این طرف و آن طرف را گشت، از مغازه‌دارها، بچه‌ها و حتی پرندگان روی درختان پرسید، اما خبری از خرش نبود که نبود. ملا در میان همگان ایستاد، دستهاش را به آسمان بلند کرد و با شادی فریاد زد، خدای شکرت. روستاییان با تعجب پرسیدند، ملا تو خرت را گم کرده ای، پس چرا خدا را شکر میکنی؟ ملا با لبخند پاسخ داد، چون دوستان عزیز، من سوار خر نبودم، اگر بودم خودم هم گم میشدم. و این گونه بود که مردم فهمیدن ملا همیشه راهی پیدا میکرد تا حتی در عجیبترین موقعیت هم جنبه مثبت را ببیند.